در این قسمت از برنامه ما هم بخش هنر و ادب داریم و در مورد یک اثر ماندگار تاریخی صحبت میکنیم که اگر امروز ادبیات فارسی داری و یا هم فارسی زنده است از برکت یکی از این آثار است. ابوالقاسم فردوسی یک شاعر به تمام معنای زبان فارسی است و یک اثر ماندگار را به جا گذاشت به نام شاهنامه فردوسی که تقریبا 50 تا 61 هزار بیت داره. شما فکر کنید 50 الی 61 هزار بیت شعر نوشته کردن و او هم به شکل حماسی داستان تاریخ آریانای کهن و در کنار از او داستان قهرمانای چون رستم و سهراب و سیاوش و اسفندیار. ناگفته نباید بگذارم که این اثر به زبانهای مختلف بین المللی ترجمه شده و از تنها اثر فارسی است که بیشتر از 60 هزار بیت است و 1000 سال قدامت داره. یعنی 60 هزار بیتی که 1000 سال قدامت داره. ما تو آثار زیادتر داریم که بیشتر از 60 هزار بیت هم است ولی 1000 سال قدامت نداره. شاعران بزرگ زیاده از فردوسی یاد گرفتن و در کتاب‌ها و اشعار خود از فردوسی یادآوری کردن. حتی فردوسی تأثیر بسزای بالای ویکتور هوگو و گویته داشت، دانشمندای غربی که یا نویسنده های غربی که عملا از خوبی فردوسی یادآوری کردن و فردوسی خودش یادآوری کرده 30 سال زحمت کشیده و کتاب را به نام شاهنامه نوشته کرده. بسی رنج بردم بدین سال و 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. و در کنار از او مولانای بزرگ که کتاب مثنوی معنوی و بسیار کتاب‌های دیگر هم نوشته کرده حتی از اشعار فردوسی الهام گرفته و به نوع خودش میگه که پردل باشد که بار غم کشد، رخش باید تا تن رستم کشد.